بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد امام بخاری رحمت الله علیه گفتن که باب من ذبح الاضاحی بیده، باب درباره اون آدمی که قربانی های خود را با دست خودش قربانی کرده است. یعنی در این باب امام بخاری تاکید میکنن که مستحب این است که انسان قربانی خودش را خودش قربانی کند، ولی اگر انسان عذر داشته باشد یا مثلا جای قربانی میکردگی از شهر دور است، 100 کیلومتر باید انسان برای قربانی بیرون رود، مثلا او کاری ضرور دارد در داخل شهر، میتونه یا نفری که به قربانی رفته ایستاده است از نام خودش وکیل کند، گوید که این مبلغ را گیرو از نام من هم قربانی کن. لیکن بهتر این است که انسان قربانی خود را خود کند. این در یک سالی مراتب است. انسان یک لذت عبادت حس کند که الله تعالی برای او امر کرده است که قربانی کند و این قربانی را بنده اجرا میکند. و وقتی که با عبادت را انسان، زکات را هم انسان اگر وقتی که با دست خودش به مسکین میدهد یا خودش مباشرتا به خود مسکین در علاقه شده به او میفرستاند، بهتر است از این که به واسطه شخصان بیگانه یا دیگر وکیل ها فرستاند. لذت عبادت و بزرگی عبادت و بندگی را حس میکند که او فرمان الله تعالی را اجرا کرده ایستاده است. بنابراین این حدیث در حدیث های گذشت ما این رو شرح دادیم، ولی امام بخاری بابی نو گذاشتن، باب درباره آن شخصی که قربانی را با دستش قربانی میکند. گفته حدیث را آوردم، حدیث 5558 گفتن که حدثنا آدم بن ابي اياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده. این حدیث بین پیامبر صلی الله علیه و سلم و بین امام بخاری 4 نفر. خلاصه وقتی که میگوییم که بین امام بخاری و بین پیامبر صلی الله علیه و سلم 4 نفر است، یعنی امام بخاری میگه که به من آدم گفت، به او شعبه گفت، به او قتاده گفت، به او انس گفت. این نامش رو اسناد میگویم. بعد حضرت انس رضی الله عنه گفتن که ضحى النبی صلی الله علیه و سلم بکبشین، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم 2 گوسفند نارینه را قربانی کردند که ما در حدیث 8 صفتی قربانی پیامبر صلی الله علیه و سلم اینها را شرح دادیم. املحین گوسفند سفید یا سفیدی که بعضی خطای سیاه دارد در پای و در چشم و در زیر شکمش. فرأیته واضعا قدمه، دیدم که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم قدم مبارک خود را به گردن آن 2 گوسفند مانده. یسمی و یکبر، بسم الله الله اکبر میگفتند. فذبحهما بیده، آن 2 گوسفند را با دست مبارکشان خودشان ذبح کردند. یعنی دلالت میکند به مستحب بودن قربانی خویش را هر یک انسان خودش اجرا کند. در اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم قدم مبارک خود را بر پشت گردن گوسفند گذاشتند. بنابراین بعض شارح‌ها گفتند که این ظلم گوسفند نیست، بلکه این برای برآمدن جان گوسفند سبوکی و آسانی است. گوسفند را با پهلوی چپش به زمین خوابانده می شود، رویش به طرف قبله، و با دست راست انسان با دست چپ سری گوسفند را می قپد و با دست راستش سری او را می برد و پایش را در بالای گردنش می ماند. در این صورت جان حیوان تیزتر می براید و براحت‌تر قربانی می کند. والله اعلم و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.